در خانه کسی نیست نی؟ نه داخل بیا. های برگه که مادرش. چطور هستی؟ دختر مقبوله، بسیار پشت دق شده بودم. مادر روی تا چی شده؟ نیکو تو را زده؟ بازم تو را لط میکنه؟ نه پایم در قالین بند شد. در دروازه خوردم، قسم میخورم. مادر نکو، خواهش میکنم این کار ده حقم نکو. تو دروغ گفتن و قسم خوردن از او آدم یاد گرفتی نی؟ دکتر حالا ما بر سر پایین میارم که داخل بریم. بیا دخترم اینجا بشی. بشی. مادر موبایلت چرا گل است؟ راستش چارجش خلاص شده. دکتر چای میخوری؟ نتونستی بلشه بپردازی نی؟ کل پولتا گرفته به او آدم بیشرف پس دادی. او هم رفته سر این چیزا مصرف کرد. نه دخترم قسم نیست. خیلی چی قسم است مادر؟ چی شده ها بگو برم. دی خانه کدام گپ است که خبر ندارم. آی با ما چیزی را بگو که نفهمم. مادری را بگی. اول بلت تاویل کو، بعدشون پیش یک دکتر برو. نه دخترم نمیخوایم زنده باشم. مادر گفتم بگی. حالا اگه میخوایی پرسان کو کی پول چه قسم به دست آوردیم. دکتر فکر میکنی با آسانی به دست میارم نی؟ میفهمم که قسم نیست. چی را میفهمی مادر؟ چی را میفهمی؟ من به خاطر شما به نزدیکترین دوستم خیانت میکنم. به بهترین دوستم، اون کسی که همیشه عاشقش بودیم. من به خاطر پول از عشق خود گذشتیم به خاطر شما مادر. بیادر. بله حالا از اینجا تیر شد، پیش شما می آیم. درست است. او می آید. یک بار دیگه میگم استفاده از سلاح کاملا ممنوع است. ما او آدم از زنده میخوایم. استاد دیگه
دیگه از اینکه پیلوت در پیش تو از حال هیچ شک ندارم. از او خاطر همراه مومیایی و جایی پیلوت با ما نشان میدی فهمیدی یا نه؟ وداد من قبلا هم برات نگفته بودم که در رابطه به اختطاف پیلوت من هیچ دسته ندارم. آقا کرتا همراه تو در قبرستان دیدم علی. نفهمیدم تو میخوای چی بگویی ها؟ فهمیده شد تو با گپ هیچ نمیفهمی. نزدیک نشو از اینجا برو. سیفدا خوب هستی؟ حالا بخی بریم بیا دیگه. ببین اگه یک دفعه دیگه در مقابله بیاین باز شماره قسم آسان اعلان میکنم. پیلوتا با محبته علی اگه نه حتی اگه بمریم نجات پیدا نمیتنی. وداد صبر ما لبریز میکنی. پیلوتا اگه اختطاف کنم میگم که اختطاف کردیم، اگه بکشمش میگم کشتیمش. حالا با کل نفرایت میگی که دانه دانه از اینجا گم شون، فهمیدی؟ هرچی که میشه شوا پیلوتا پیدا میکنم او راست پیش تو میگیرم احمق. وداد با بار آخر برات میگم
غمتم درک میکنم. از اینکه در اینجا بیادرتم میکنی فقط وقت تضایی میکنی. این کارتان به خاطر غمت میبخشم. دیگه شما را در این طرفا نبینم. چی کنیم؟ نظر چی است؟ از پاششان بریم گله مردوش جمع کرده پس بیاییم. به هر دوش ضرورت نیست. ندیدی به خاطر او دختر چطور دیوانه شد؟ چشماش دیگه کسا نمیدید. نفهمیدم. او عزیزترین شخص ما را گرفت. ما هم عزیزترین شخص زندگیشه میگیریم. هدف سیفداست؟ اما او را خویگار دوست داره بیاده. با نظرم علی گرفتار او دختر شده. وقتی از او جدا شد تو اختطاف میکنی. کم پیش بیا. بیا. صبر کن. صبر کن. درد میکنه. نه خوب هستم. تو چطور هستی؟ من خوب هستم. چیزی نشدیم. تو چرا به خاطر مده اونجا مدی سیفته؟ آی او قسم که دیدم تحمل نتونستم. چی میکدم؟ خب اگر تو را چیزی میشد؟ سعیس هیچ چیز نشده. بیبی این خوب هستم. ببین من تحمل کردن نمیتونم که به خاطر من کسی دیگه ضرر ببینه. دیگه هوش کنی به خاطر من این کار نکنی. فهمیدی؟ فراموش کردی کسی که من نمیشناخت به خاطر من خود به خطر انداخته بود. چون من به خاطر از دست دادن دیگه هیچ کسی را ندارم. یعنی هیچ کسی نداری که به خاطر از دست دادنش بترسی؟ همونطور است. میشه دیگه حالا بریم. تو را میرسونم. یک دفعه دیده شد و پس گم شد. مثل خیال بود. ناک منتظرش هستم. نمیاید. سینان؟
زینب جان چی یک تصادفه؟ چی گپا؟ چطور هستی قندم؟ خوب هستم، اما تو در اینجا چی میکردی نفهمیدم. یعنی کم متعجب شدم از او خاطر. هیچ، اما تو آمدم، فقط خواستم چند دقیقه بشینم. اما اینجا زیاد مقبول است نه؟ چی؟ هوا را میگم زیاد خوب است نه؟ بله خوب است. تو همیشه اینجا میایی؟ یعنی هر روز میایی؟ میایم اما تو چی را میپلی جانم؟ گوشکی ما گم کردیم. پیدا کردم. های ما را واقعا ببخش، یعنی تو اوگار شدی؟ نه اصلا تو ببخشی گناه ما بود سینان. پیدا کردم حالا میایم. خب دیگه خداحافظ. زینب جان، من میخواستم یک چیز بگویم. نمیشه که یک چند دقیقه دگان بانی؟ اما باید برم. حداقل شماره موبایلت خبرم بده. شماره موبایل ما با کسی که نشناسم هیچ وقت نمیتونم. بسیار میبخشی. اما دیگه چی رقم آشنا شویم؟ مرا خوش شناخت نه، سینان هستم سینان. حالا شناختی قندم؟ راستی تخلصت چی است؟ بازی نمیخورم. این رقم نمیشه. زینب تو خوب هستی؟ خوب هستم پدر، کاملا خوب هستم. اما میفهمی که از این سوال نفرت دارم. میگیریم بیادر. نرفتم، منتظر است. رفت. حالا بیایی. درست است. وداد بیادر. با خانی تو چه خواهر آمدین؟ حالا تو از اینجا گم شو. برو دیگه حالا. وداد بیادر تا پیدا کردی چطور؟ ای دیوانه را از اینجا گم کنه نگنی از بین میبرمش. با هم دیگه بیچاره را. بچه تو هم از اینجا برو، بی از او اصحاب ما خراب است. پیلوت بیادر گم است. برو. پیلوت بیادر در خانی تو چه خواهر نیست. اگه اونجا می بود باز من خو میدیدمش نه؟ بچه هم بیبی تو از خود کاروبار نداری؟ حالا دیگه طرف کاروبارت برو حالا. حالا تو چرا سر من قار شدی؟ من برای چی گفتم؟ من دیگه از شما خفه شدم که دتان هیچ گپ نمیزنم. میرم. تو با خدایا.
سیفدا چی شده؟ یه چیزی نیست، مهم نیست. تو صبر ببینم. سیست مهم نیست. تو کل شهادت بدلی بودی؟ بله. تا صبح منتظر نتیجه آزمایش بیادرش بودیم. میفهمی او جسد از بیادرش نبود. علی اقدر خوش شد که هیچ نگو. ما هم زیاد خوش شدم. 1000 بار شکر. خانواده را نمیتونی دور بندازی، نمیتونی او را بفروشی. هر قدر قارام که باشی، جگر خونام که شوی، از اونا منصرف شده نمیتونی. فکر کنم پشت خانواده دیق شدی نه؟ به خاطر که مادرت از خارج نمیایه هیچ پشتش دیق نشدی؟ فکر کنم. تو دقیقش نشو. خب اگه این جسد مربوط به بیادرش نباشه، یعنی آخرین بار او بیادرش 20 سال پیش دیده بود. اگه واقعا او مرده باشه چی؟ انشالله که نمرده باشه. علی بار دیگه شنیدن خبر مرگ بیادرش تحمل نمیتونه. تو هم مرا دیوانه فکر کردی. ما باید با آژانس بریم، اونا منتظر ما هستن. حالا بخیز. درست است. من میرم زود اقدام میکنم، باز بعدن میریم. قهوه آماده کنم. آماده کن. مولا صاحب، این ودت بیادر کس نه؟ بیادر خدا در پیش خانه توکچه خواهر میپاله. من برش گفتم که در اونجا نیست، اگه می بود باز من میدیدم، اما او گفت که تو برو متوجه کارت باش، ما پیلوت میپالیم. میشه موبایل تبتی؟ اینه بگی مولا صاحب. جواب بده سیفدا، جواب بده. حالا جواب بده. سیفدا، در خانه توکچه هستی؟ بله، چی شده؟ زود خانه برای. چرا؟ چی شده؟ سیفدا سوال نکو، عجله کو، از او خانه بیرون برای. درست است میبریم. گوش کن، بیرون نبرای. در منزل بالا برو. موبایلم اصلا خاموش نکنی. تا وقتی که من آمدیم موبایل خاموش نکنی. درست است. زنگ دروازه هست. بله. کوش کنی دروازه رو باز نکنی. تا وقتی که من آمدیم به هیچ کسی دروازه رو باز نکنی. توکچه دروازه رو باز نکن. چی گفت؟ چاباش دختر، آرام باش. چاباش گفتم. تیغ نزن. آمدن. توکچه دروازه رو باز کن. درست است. دروازه رو قفل جیب شو رزشو. علی اینو کی هستن؟ از ما چی میخواین؟ شما کی هستین؟ از ما چی میخواین؟ اعلام کنین. تکان نخو، چاباش. سیفدا کجاست؟ شما کی هستین؟ از ما چی میخواین؟ گفتم سیفدا کجاست؟ سیفدا برآمد. سیفدا نیست. بخیر بشین.
توکچه بیچاره رو پیشتن لط کرده. هوش کنین نترسی سیفدا. او آدم ها نفرای پیلوت هستن. اینو از ما چی میخواین؟ تو فقط آرام باش. من حالا میرسم تو از دست دو آدم ها نجات میدم. سیفدا علی آمده باشه دروازه اتاق است. میفهمم کم اینجاستی برای دروازه را باز کن. نکن اینجا بیا. سیفدا ایستو بیا. بشو. آرام باش دختر، آرام باش، بگرم. زود شبه. برو داخل. برو گفتم. سیفدا کمک کنه من در اینجا هستم. کمک. توکچه آرام باش. تو خوب هستی؟ بگو سیفدا کجاست؟ دروازه را باز کردم سرم حمله کرده. سیفدا ما نشان شده نتونستم سیفدا را بردم. وداد احمد. علی کسی که سیفدا را اختطاف کردن میخوان که گپ بزن. اشتباه میکنی وداد. سیفدا را ایلاکو. با دروغ جای را گرفتن نمیتونی است. هر چیزم که شوه پیلوتا دوباره پیدا کن. به خاطر که بیادر ما پس بدی 2 ساعت وقت داری. گوش کن. اگه با یک طور موی سیفدام ضرر برسونی ای به این مناست که با آخر زندگیتون رسیدین وداد. اگر پیلوتا کشته باشی با دیل کارتا سخت میپردازی. اول دختره میکشم بعد از او کارتو را خلاص میکنم. وداد گوش کن. مردانه وار برات میگم دکت تافه پیلوت ما دست ندارم. اینا چند بار برات گفتم. بعد سای خود مرگ دعوت میکنی. حالا زود سیفدا را ایلاکو. ما چیزی را که باید میگفتم 2 ساعت وقت داری. یا خوب پیلوتا میاری یا هم از دختر دست نبوشو.
چی شده ملا صاحب؟ سیفدار اختطاف کردن. کی؟ ودت و نفرای احمقش. من زیاد ترسیدم کاکا. مثل کابوس بود، از پیش چشمم سیفداره بردن. دخترم، خدایا تو برای ما کمک کن. چرا این بلا سر ما میایه؟ خدایا ما آخر ما چی کردیم؟ ما به کی ضرر رساندیم؟ درست است، آرام باش خیلی، آرام باش. چرا لطفاً آرام باش. چرا بچه ما بیار. ما دیگه تحمل کردن نمیتونم. دیگه نمیتونم تحمل کنم. چرا سر دختر ما این چیزا میایه؟ خدایا خواهش میکنم دختر من نجات بده. خدایا نجاتش بده لطفا. خدایا دختر من نجات بده. توکچه، او آدم ها کی بودن؟ چند نفر بودن؟ هر چیز را که میفهمی زود چه بگو. نمیفهمم 3 یا 4 نفر بودن. هنوزم نمیفهمیدم که سیفدا چی میخواه. راستش نامه یکیش ودت بود. بله در موبایل کپ میزد. ودت گفتی؟ با پلیس زنگ نه ضرور نیست. ما با پلیس زنگ زدیم. چطور یعنی؟ تو دخالت نکن. تو متوجه کسایی باش که در داخلت حالا. تو چی کردی؟ سیفدار اختطاف کردی؟ میبینم که خبرها بسیار زود پخش میشه آیگار. ودت نکو. سیفدا با این موضوع هیچ ربطی نداره. دیگه ای که تو چطور این کارا کردن میتونی؟ نیکه نمیفهمی سیفدا با ما چقدر مهم است. گوش کو این کارا نکن. اگر دمی نزدیکی هستی زود حالا پس دور بخو. ما به خاطر بیادرم کشتیاره خوبه بندرگارم آتش میزنم. اگر لازم شود کلشاره میزنم. مطمئن هستم استادری پیلوتا حتما بمانید. ودت، ما فریب خوردم. کسی که پیلوت اختطاف کرده علی نیست. به خاطر نجات دادن دختر دروغ میگوی کار. اگر میخوای کدام کاری کنی باز گوشش کجای پیلوت پیدا کنی. این یگانه راه نجات دختر است. ودت گوش کو که چی میگم. برات گفتم ما اشتباه کردم. نو خبر شدم. علی پیلوت اختطاف نکرده. او در وضعیتی نیست که کتی پیلوت کار داشته باشه. آی تو کجاستی؟ وقت ندارم آیگار. منتظر هستم. تو ودتم میشناسی؟ سیفدا به خاطر تو اختطاف شده، اما تو نیست. ای چی قسمش قس؟ تو روانی هستی، 100% روانی هستی. نمیفهمیدم که قسمش توکچه. این کارا یک دفعه یا متا شد دیگه. طرف ما بیبی اویگار کتی تو شریک شدم به خاطر که فکر میکردم به سیفدا ارزش میدی. حالا دیگه اشکای تم ساماننده تا نریزان. هر دوی ما میفهمیم که این کارا به خاطر پول کردی توکچه. بله، اما در قرارداد ما ضرر رساندن به زندگی سیفدا نبود. در پشت دوستم امکان داره که کارسازی کرده باشم، اما اگر موضوع زندگی دوستم باشه او رو در قمار نمیزنم. هیچ وقت گپ ما شنیدی؟ هیچ وقت نمیتونم. اگر لازم شود پیش پلیس رفتن دانه برشان میگم. اینجا اگر یک کلمه با کسی بگویی باز وقت میکشم توکچه. فهمیدی؟ خدا داد چی شده؟ فکر کنم سیفدا خواهر در کدام مشکل گرفتار شده. ای که چه قسم میکنه نمیفهمم، اما همیشه موفق میشه سر علی رو در یک بلا بده. خب حالا چی کنیم ودت؟ چی کنیم دیگه؟ چی مانو میده؟ وقتی پیلوتا گرفتیم باز هم دختره هم استاده میکشیم.
آقا وداد سیفدار اختطاف کرده. مثل پدرش او هم خدا سر علی میکشه. مداخله کنیم. ما کار نمیکنیم. بان علی که تو دختر مصروف باشه. تو با ما ایراره پیدا کو که پیش از مقابل شدن بالی چطور میتونیم موضوع جسد حل کنیم. بسیار خوب آقا. کوکسان چرا این بلا سر ما میایه؟ نمیفهمم خیریه. با خدا قسم است که نمیفهمم. های خواهر مرا کی چرا اختطاف کنه بگوین برم. علی ای کار علی کرده. گفتی علی؟ حالا با علی دیگه چی ربط داره؟ علی یکی از نفرای او را اختطاف کرده. نفرای او آدمه. به خاطر که او آدمه از دست علی بگیرن سیف داره اختطاف کردن. کوکسان در صورت خیر رفته باید من جگر شخون کنم. سینان! 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 استاد شو! استاد شو! سینان! سینان! با این شد موتره. با این شو گفتم. سینان! گفتمت با این شو. سینان! سینان دور باش. دور باش آرام باش. کجاست؟ دخترم کجاست؟ کجاست؟ خداوند جزایت بده. خیریه. اگه جای سیف داره میفهمی بگو که با پلیس خبر بده. با خاطر که در دل و جای پیدا کنی قهرمانی های احمقانه تا بس کن. کارای کثیف تورم داخل ساخت اختطافش صبر کردن. کنن. آرام باش آرام باش. علی میفهمی ما یک پدر هستم. با خاطر دخترم هم میمارم و هم میکشم. اگر دخترم امروز با خانهش صحیح و سالم پس نبیاید سیف داره پس آوردن نتونم. این کارا به تو نمیمانم. تشویش نکن. اوی گاد زود پلیس بخوای. بابا او را میمانی که بره ها؟ حالت هیچ خوب نیست. بیا بیشی یک چیز بنوش. حالا دیگه حالا پلیس بخواین که دختر من نجات بده. پلیس خانم محترم آرام باشین لطفا. لطفا پلیس بخواین. کتی علی چی گفتی؟ چیزی که لازم بود. چی حالا دیگه؟ نمیخوایی بیایی؟ به نظرم پدر مادرم حق دارن گفت من دخترشانه کی نجات داده. هموته نیست. لطفا سرش 1001 رقم بلا رو آوردم اما زودی کلش برآمد. پیلوت پیش من نیست. چرا این گپا نمیفهمی؟ در او صورت خیلی دختران پیش من است. بگو برش. حالا با استاد بگو که پیش من نیستی. علی حضور میکنه متوجه باشی کثافتا میخوان بکشنت. سیفدا تو خوب هستی یا نه؟ بله سیفدا دیگه شونیده نمیدونم. ویدت بگو که کجا هستی. به تنهایی اونجا میایم. استاد همین قسمی که من صدای دختره برات شنوم. تو هم همین قسم در بین 1 ساعت صدای پیلوته برام باید بشنوم. اگر نه صدای دختره تا آخر عمر نخواد شنید. اگر سیف داره هم یال از اون جیلا نکنی اونجا آمده کلتانه دانه دانه از دنیا گم میکنم. من بسیار خوب میفهمم که تو چی کار میکنی و چی کار کرده میتونی. اما تو نمیفهمی که من به خاطر بیادرم چی کارایی را کرده میتونم.
بعد از مردن پیلوتی که دختر بموره ما بمورم یا تو بموری هیچ فرق نمیکنه. اگه میخوای یک بار دیگه دختر ببینی پیلوت با مبتی. ساعت آخرت شروع شد. ای که پیلوت کجاست نمیفهمم ودت. برات قسم میخورم. بنا حق قسم نخو ملاسب نقص میکنی. به خاطر اختطاف پیلوت و آدمی را که در قبرستان روان کرده بودی از او پرسان کن. آدمی که در قبرستان بود. آقا کرد. کاکا خواهش میکنم سیفدار پیدا کن. ما از کجا پیداش کنم؟ آقا کرد از آقا کرد کمک خواسته نمیتونی؟ هر کاری کنم بازم این کارهای لبودگی اعلان نمیکنی اویگار؟ کاکا اگر سر سیفدا کدام بلای بیایه باز خود از بین میبرم. بشین اینجا مقبوله. با خاطر حل کردن اون موضوع جلسه از تو وقت خواسته بودم. چرا قجله کردی؟ پیلوت تو خطاف کردی. تا هنوز از ملالی هیچ خبری نیست. اگر بخوایی که بری باز با علی میگم که کپچه نفری تو بوده و ایران میگم که سینانه میخواستی تو از بین ببری. گپ مگوش کن. تو را از اینجا بیرون میکنم. بیا زود موبایلم گپای من شنیدی مکت اونا نیستم. آقا در جایی که پیلوتا نگاه کرده بودیم فرار